طلاق طلب کردن این گناهی کبیره هست. بدون گناه، بی سبب اگر زن طلاق طلب کند، این گناهی کبیره هست. برای چی کبیره؟ برای اون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لم یریح رائحة الجنه، بوی جنت را نمیبیند. گفتن کسی اگر طلاق طلب کند بدون بأس، یگان گناه نکرده شوهر، زن اگر طلاق طلب کند بوی جنت را نمیبیند. و بوی جنت را ندیدن یعنی نچشیدن، این وعده به عذاب است، یعنی که در دوزخ است. چون که بوی جنت از مسافه 40 ساله را 70 ساله را در بعضی روایت‌ها میبیاید به مشام، و این بوی بهشت را اقلا نمیچشیده باشد، این خیلی از جنت دور است. و یکی از تعریف های گناه کبیره این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم صاحبش را به دوزخ وعده کرده باشد یا از جنت محروم کرده باشد. کدام زنی که از شوهرش بدون گناهی شوهرش طلاق طلب میکنه، او بوی بهشت را نمیبیند.